موفقیت را نیاز به تفضیح نیست. فصل 8، تصمیم گیری، غلبه بر شک و شبهه. گام 7 به سوی ثروت. بررسی 25,000 زن و مرد شکست خورده نشان داد که از جمع 31 عامل شکست و ناکامی، ناتوانی در تصمیم گیری از جمله مهمترین دلیل‌های شکست و ناکامی است. سهلگیری و کار امروز را به فردا گذاشتن ضد تصمیم گیری است. این دشمنی مشترک است که همه باید به آن غلبه کنند. می توانید توانایی خود در زمینه تصمیم گیری با سرعت و قطعی را در پایان خواندن این کتاب آزمون کنید. بررسی صدها نفر کسانی که توانستند بیش از $1,000,000 سرمایه بیاندازند به این حقیقت اشاره دارد که همه آنها از ویژگی تصمیم گیری با سرعت برخوردار بودند. همه آنها در تصمیمات خود پافشاری کردند و به سادگی در کام تغییر آنها برنآمدند. کسانی که نمی توانند سرمایه بیاندازند به استثناء کسانی هستند که نمی توانند تصمیم گیری کنند. کسانی هستند که تصمیمات خود را به سرعت تغییر می دهند. یکی از برجسته ترین خصوصیت های فورد تصمیم گیری با سرعت و قاطعانه بود. او به تصمیمات خود می ایستاد، آنگونه که به او لقبی پیگیر داده بودند. همین ویژگی به جناب فورد امکان داد اتومبیل مشهور مدل تی را بسازد و حال آنکه قبلا اشاره کردیم بسیاری از همکاران و مشاوران او توصیه می‌کردند که از این تصمیم خود دست کشد. شاید جناب فورد در تغییر این نظام تأخیری بیش از اندازه کرد، اما روحیه دیگری این داستان این است که عزم استوار جناب فورد برای او فایده زیاد در بر داشت. بیشک عادت جناب فورد به تصمیم گیری قطعیت و تا حدود یک روی بود، حال آنکه این یک روی بهتر از کندی و تصمیم گیری است. چگونه تصمیم بگیریم؟ بسیاری کسان که از نعمتها دور میمانند به سادگی تحت تاثیر عقیده های دیگران قرار میگیرند. اجازت میدهند که روزنامه‌نگاران و اطرافیان و آوازپردازها به جای آنها فکر کنند. اظهار عقیده ارزانترین چیز و چاره روی زمین است. هر کس عقیده های دارد و میتواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هنگام تصمیم گیری تحت تاثیر عقیده دیگران قرار گیرید، در کار خود موفق نمی شوید و دشوار است بتوانید میل ثروتمند شدن را جامه عمل بپوشانید. اگر تحت تاثیر عقیده دیگران هستید، میل به عقیده خود نخواهید داشت. برای نظر خود ارزش قائل شوید. با رعایت اصول پیشنهاد شده در این کتاب تصمیم میگیرید و آن را به مرحله اجرا بگذارید. به استثنای همکارانی که برای خود انتخاب کرده اید اجازت ندهید تا دیگران در تصمیم گیری های شما دخالت کنند. در انتخاب همکاران دقت به خرج دهید. کسانی را انتخاب کنید که با شما هماهنگ و همدرد باشند. دوستان و بستگان نزدیک که از خصوصیت‌های مطلوب برخوردار نباشند ممکن است با نظرها و گاه به پیشخندها و تمسخرهایشان شما را به درد سر بیاندازند. بسیاری از شخصان تحت تأثیر گفتار جاهلانه دیگران و یا تحت تأثیر تمسخرهای آنها امکان موفقیت خود را از دست دادند. شما برای خود مغز و ذهن دارید، از آن استفاده کنید و برای خود تصمیم بگیرید و اگر به حقیقت‌ها یا اطلاعات دیگران برای تصمیم گیری احتیاج دارید، زیرا بسیاری ها چنینند که حقیقت‌ها و اطلاعات را به آنکه تصمیم خود را برای دیگران بازگو کنید به دست آورید. خیلی ها به برخورداری از علم و آگاهی کافی طور ظاهر می شوند که دیگران گمان می کنند آنها از علم و آگاهی فراوان برخوردارند. بسیاری ها پرگویی می کنند و کمتر گوش می دهند. چشمه های و گوش های خود را باز و دهان خود را ببندید. این کار به تصمیم گیری شما کمک بیشتری می کند. شخصانی پرحرف کاری کمتری انجام می دهند
اگر شما بیش از اندازه که گوش می‌دهید حرف بزنید، نه تنها خود را از فرصت‌های کسبی دانش محروم می‌سازید، بلکه برنامه‌ها و هدف‌هایتان را برای کسانی بازگو می‌کنید که به شکست دادن شما علاقه‌مندند، زیرا دور نیست که به موفقیت شما حسد بخورند. در عین حال به خاطر داشته باشید اگر دهان خود را در حضور کسانی که از دانش زیاد برخوردارند باز می‌کنید، دانش و یا به اطلاعی خود را به آنها آگاهی می‌دهید، عقل حکم می‌کند که بیشتر دامن اعتدال پیش بگیرید و سکوت اختیار کنید. این حقیقت را در نظر بگیرید که هر کس که با او همکاری می‌کند مانند شما خواهان درآمد و دریافت ثروت است. اگر برنامه‌های خود را بیش از اندازه باز و روشن به آنها در میان بگذارید، دور نیست که آنها برنامه شما را به اجرا بگذارند و بر شما پیش دستی کنند. تنها دلیل آن همین است که شما به رعایت شرط عقل همین مطلب‌های خود را با آنها در میان گذاشته اید. اگر بخواهید یکی از بهترین تصمیمات شما این است که دهانتان را ببندید و چشم‌های گوش‌هایتان را باز کنید. ارزش تصمیمات وابستگی به شجاعت دارد که برای پیشنهاد آن لازم دارد تصمیم‌های بزرگ که ته کرسی تمدن را پایه‌گذاری کردند با قبول ریسک‌های بزرگ امکان پذیر شدند. در بسیاری از آنها پای مرگ و زندگی در میان بود. تصمیم لینکلن در انتشار اعلامیه برابری نژادی در شرایط صورت گرفت که لینکلن می‌دانست احتمالاً هزاران نفر از دوستان و طرفداران سیاسی بر او می‌شورند. تصمیم سقراط به نوشیدن جام زهر به جای سازش بر سری باورش تصمیم دلیرانه بود. هزاران سال دنیا را به پیش انداخت. به مردمی که هنوز تولد نشده بودند آزادی سخن و نطق عطا کرد. تصمیم گنرال رابرت لی در ماجرای جنگ شمال و جنوب تصمیم دلیرانه بود، زیرا او خوب این را می‌دانست که ممکن است کار به زیان او تمام شود و جان بسیاری را برباد دهد. مردانی بی پول، بی نیرو و سرباز توانستند استقلال امریکا را از انگلیس اعلام کنند. بدانید همان قدرتی که به امریکا آزادی داد همان قدرت است که باید از سوی همه کسان مورد استفاده قرار گیرد. اصول حاکم بر این کتاب را در فصلهای مختلفی آن شرح دادیم. عمل کردن به آن دشوار نیست. در اعلامیه استقلال امریکا دست کم 9 اصل از اصلهای پیشنهاد شده این کتاب رعایت شدند که عبارتند از میل، تصمیم گیری، ایمان، پایداری، کار گروهی و برنامه‌ریزی سازمان یافته. خواسته خود را مشخص کنید. در جای شرح این فلسفه می‌خوانید که اندیشه همراه با میل شدید می‌تواند خود را به معادل فیزیکی خود تبدیل کند. در داستان استقلال امریکا و در ماجرای شکل‌گیری شرکت فولاد این کشور، راه تبدیل اندیشه به این پیشرفت و دگرگونی را ملاحظه می‌کند. برای جامعه عمل پوشاندن به این هدف منتظر معجزه نباشید. معجزه در کار نیست. شما تنها قانون‌های ازلی طبیعت را می‌یابید. این قانون‌ها تنها بر روی کسان باز هستند که از شجاعت لازم برخوردارند. میتوان از آن برای آزادی بخشیدن به یک مملکت یا جمع‌آوری ثروت استفاده کرد. کسانی که قاطعانه تصمیم میگیرند از خواسته خود آگاهند و بسیاری‌ها به این خواسته خود میرسند، رهبران در هر بخش از زندگی تصمیمات روشن و قطعی میگیرند. این یکی از دلایل رهبر بودن آنهاست. دنیا از روی عادت به شخصانی که گفتار و کردارشان نشان می‌دهد که به کجا می‌روند روی خوش نشان می‌دهد. شبهه و دودیلگی در تصمیم گیری عادت است که بیشتر در جوانی ایجاد می‌شود. در همان زمان که به دبیرستان و دبیرستان و کالج می‌رویم و هدف برای زندگی خود نداریم. عادت به دودیلگی در تصمیم گیری به زندگی بعد از اتمام تحصیلات شخص راه می‌یابد. معمولاً
کسانی که دوران تحصیل را تمام می کنند از هر فرصت برای گرفتن شغل استفاده می کنند. سببش این است که آنها این گونه تربیت یافتند. 97% کسانی که امروزه در مقابل دریافت حقوق کار می کنند و کلیه دستمزدگیران از آن جهت در چنین شرایط قرار دارند و نمی دانستند برای خود چگونه کارفرمای انتخاب کنند. لازمه عزم استوار در تصمیم گیری شجاعت است. گاه به شجاعت بس زیاد احتیاج داریم. 54 مرد شجاعی که اعلامیه استقلال امریکا را امضا کردند، جان خود را پای امضایشان برای کاغذ آوردند. امروزها کسی که برای رسیدن به شغل مورد نظر خود تصمیم قطعی میگیرد، جانش را به خطر نمی اندازد. بجای همه اینها درباره آزادی اقتصادی خود تصمیم میگیرد. آزادی مالی، اقتصادی، کسب و کار مطلوب و مقام شایسته ارزانی کسی است که از هدف خود آگاهند و برای آن برنامه ریزی میکنند.